السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. یک برادر قصه عجیبی را نقل کرد. میگوید شبی از شبها بسیار خود را ناراحت حس کردم. از خانه برآمدم و کمی در کوچه ها راه می رفتم. به نزد مسجدی گذر کردم. دروازه مسجد گشاده بود. گفتم به مسجد می درآیم و 2 رکعت نماز می خوانم، شاید آرام شوم. وقتی به مسجد در آمدم مردی را دیدم که بسیار دعا می کرد. فهمیدم که دچار مشکلی شده است. منتظر شدم تا که از دعایش فارغ شد. به نزدش رفتم. گفتم ای برادر، دیدم بسیار دعا می کنی. مشکلی برایت پیش آمده است؟ گفت بله، قرضدار شدم. پرسیدم چقدر است؟ گفت 4000 است. پس برایش 4000 دادم. مرد بسیار خوشحال شد و برایم دعای خیر کرد. گفتم خانه من در فلانی منطقه است. اگر مشکلی برایت پیش آمد میتوانی به من بگویی، شاید یاریت کنم. فکر کردم از این سخنهایم بسیار خوشحال می شود. ولی مرد گفت الله تو را جزای خیر بدهد. نه، حاجت نیست. وقتی برایم مشکلی پیش می آید 2 رکعت نماز می خوانم و از الله متعال می پرسم چطوری که الان الله متعال حاجتم را به سبب تو برآورده کرد، همین طور حاجت من را برآورده می کند. این واقعه به یادم حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم افتید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا. یعنی اگر شما بر الله متعال توکل حقیقی کنید، الله شما را رزق می دهد، مثل که پرندگان را رزق می دهد. پرندگان روز خودشان را با گرسنگی شروع می کنند و وقت شام برمی گردند سیر هستند.